سلام عشق دل خودم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو خودتون و چنل خودتون. من جواد انتی هستم و موضوع این ویدیو چیه؟ بازی که میخوایم انجام بدیم و خیلی از ماشین بازا و عشق ماشین داریم خیلیاتون، خیلی حتی اگه درست گفته باشم 90% ایران عشق ماشین دارم. واقعا اینو خودم هم میدونم و این بازی رو من چند وقت خودم هم پلی میدم تو اینستاگرام هم ویدیوشو گذاشتم. مثل بازی چیه؟ کارک استیکره و میتونی تو داخلش حالا ماشین تو خودت تنظیم کنی، تقویت کنی، هر کاری که میتونی بکنی، دیری فلان. خیلی ماشینای خوبی داره و حیفه که واقعا ماشین ایرانی داخلش نیست، ولی خیلی بازی خوبیه. گفتم بیام ویدیوشو بگیرم و شما هم لذت بخش که من برای شما ویدیو میگیرم خیلی برام لذت بخشه. بریم حالا ویدیو بگیریم ببینیم چطوریه دیگه. خیلی بازی خوبه. اینم بهتون بگم داخل کامپیوتر واقعا بازی خداییه، خیلی خوبه. ولی داخل گوشی وقتی دانلود میکنی کلومی لگه وقتی میخوای پلی بدی، یا حالا مثلا جور دیگه سن راه میری میخوای دیری فکشی، اول بازی اصلا به حال نمیده، بعد کلومی لگ گوشی هم از مشکل گوشی شما هم نیست. خود بازی کاری که استیکر گفته مشکل بازیه که میتونه مثلا چیز شده لگ میندازه فلان کنه، به خاطر خود بازیه، گوشی شما نیست دیگه. مثلا باید خیلی گوشیت قدرتمند باشه که مثلا بازی لگ نزنه، مثل آیفون 16 یا آیفون 17 یا آیفون 15 اینا. حالا مثلا خیلی هاشون مثل داخل اونا هم خب لگ میزنه، خب ولی خب چی بگم، ولی داخل کامپیوتر خداست. بریم داخل بازی. وایسا من بقیه اینو اوکی کنم. خب بریم داخل بازی اوکیش کنیم. بریم. دیده قاسم من اینو بزنم گوشم شب میبینیم چی به چیه، چی به چیه، چی به چی نیست. خب اول بازی واسین آقا من ماشین رو عوض کنم. خب تعویض ماشین ارزم به حضورتون. خب من با این ماشین خداوکیلی عشق میکنم و خیلی ماشین خوبیه خداوکیلی. حالا باش به چند دقیقه باش دیریف میکشم خودتون ببینید چه ماشین معرکه‌ایه. نگاه کنین. ببخشید من صدایی نمی‌کنم کنم، معذرت میخوام، ببخشید. نمیدونم چرا اینطور ماشین پیش میاد. آهنگای خیلی خوبیه خود بازی هم میذاره، واقعا نمیدونم چطوری بگم، خیلی بازی معرکه‌ایه. اگه خواستین دانلود کنین حالا برای پی سی یا مثلا برای گوشی، داخل ویدیو کامنت بذارین واسه من واسهتون لینکشو میفرستم، حالا خودتون میدونین. ولی تو گوشی به نظر من دانلود نکنین بهتره، خیلی تو مخیه، یعنی دیگه فیکسشو عشق کنین. اگه بازی هم سراغ داشتین به من بگین، من خیلی از بازی‌هایی که شما بگین رو انجام میدم. حالا ببینیم چطوری میشه. بریم با یکی از اینو مسابقه بدیم. واسه من ماشینم رو عوض کنم چون این ماشینا برای مخصوص دیریفته. ببین حالا اینو من برمی دارم، بی ام و خدا 2003 هممون باهاش خاطره بازی داریم. همه اینا تقویت شدن و خیلی ماشینای خوبی هن. ما حالا چند وقتی بازی کردم واقعا خیلی ماشینای خوبی هن. نه دست فرمونم انقدر اولاغ بهتره، باور کن. سیمایی که مسابقه بدیم و هیچ کس نیست، خدا وکیل نگاه کنه وضعیت ما دهن سرویس ها. عشق شما
اشید یا نه دیریف اینطوری میکشم. ناشی رو نقشه زده کیا هستم. بس من برم دنبال یارو، برم بچه پلش ناموسن بیا با هم یه مسابقه سر ماشینت باد مسابقه میدم اصول پلش والا من ناموس در اینجا خوشگله. بابا سر ماشینش باش میزنم فکر کرده چی؟ با سر ماشینمون میخوام باش بزنم. نگاه کن لبا زیر ریدم ازم سرقت گرفت. وای حاجی ماشین رو بگاه دادیم. ولی بهش میرسم ناموسن. اگه بهش رسیدم خب لایک ساب و زنگوله رو یادتون نره، خدا وکیلی بهتون میگم رسیدم بهش این کار رو کنید. بازی دیدم بقیه ماشین رو به فاک دادم. پرید اپل پایین خوشحالی کسی مجبور مونن آدم فش. ببخشید واقعا من نمیخوام فش بدم ولی خیلی آدم هست خب ماشین زحمت بکشی بعد به فناش بدی. چند بار به این باختم، ببین چند بار به باختم. دهنتو من آسفالت میکنم ببین که باختم. واسه یه ماشین خوب بردارم دهنش آسفالت میکنم. واسه بنز پسر خوب بنز نکن اگه این چیز بیاد بس ببینم میاد. ای نایمد افهم واسه ما بریم دنبالش. چه حالش اینجا ببینم. ریدی مایندی ریفتم. گوشنگ میخوره حاجی سوپراه سر ماشینت میزنم حالش. سر ماشین بزن دیگه. ببین حالا ما اینقدر بخشنده ایم میایم باش سر پول میزنیم. ببین سوپرا حاجی با سوپرا اول کاری یه ذره نیتروژن میزنی ماشین جون بگیره. خب گاز میدی آبا سوپرا به ما نمیخوره پلش. به خدا یه تصادف کردیم. وای تصادف بچه ها ریدیم یه 8000 تا به پول به فاک دادیم. علمی نداره فردای سرت. آره خالصه بابا حاجی ناموسم کار نمیکنه حاجی. چرا اینطوری شد حاجی؟ موسم کار نمیکنه ولمون کن.
یه بدبختیه دیگه، ناموسن لایک حساب کنین، ما هم بریم این کیبورد خوب بگیریم دیگه. ناموسن چه وضعشه، دهنمون سرویس شده. بیام یه ویدیو بگیریم اونطوری میشه دیگه. ناموسن ببخشید بچه‌ها. دوم شدیم آجی. آقا اگه مسابقه بعدی ها اول شدیم ناموسن لایک و ساب کن، لایک و ساب کنید، زنگوله رو هم بزنید رو حال. هر وقت ویدیو گذاشتم اول نفر به شما ببینیم. اینم آره میدونم. این یه ماشین خوب میخوام، یعنی بس برم اینو ماشین خوب بخرم، اینو لامبورگینی مثلا سوپرای چیزی. آره شانس نمیگیم، میریم لب پنجره میگیم. اگه 1,000,000 لایک بخوره این ویدیو میرم یه دونه اتاق گیمینگ هم میدم. پولش زیاده دیگه، باید بخوره 1,000,000. خب من چون میخورم یه لامبورگینی نازوه میدارم. یا خریدمش. این تو پولو کوبوندم صورت یارو، گفتم پول اینطوری کوبوندم صورتش، گفتم بیا بگیر. لامبورگینی خریدم پسر خوب. بیا حالا رید سیستم ما لامبورگینی سر خوب باهاتون مسابقه میدم به خدا، همه تون رو میزنم. آیسا نه یکی اینجاست. ریدم. آیسا جون نامزد واسه حالا تصادف هم کردیم ما این یه روز داریم اینطوری میشه، ویدیو میگیریم میرینیم دهن سرویس. اینجا میخواستم برم ایستوینم بچه پلش. ماشین تو میخوام از زیر پات بکشم بیرون. ایسا ماشین تو میخوام از زیر پات بکشم بیرون. به خدا پسر خوب به من نمیخوری تو. لبا اگه بردم لایک حساب یادتون نره ناموسم. نادا بابا پسر خوب تو داری با لامبورگینی میندایه، اینه چی میخورمت؟ با دنده 4 دارم 200 تا میرم، الان دنده 5 رو کسوم سالیست. وی دبا 260 تا دارم میرم. اش میکنین خدا وکیلی 260 تا کم نیست ها. الان یه دونه پژو پارس بود تو ایران میومد نور بالا میداد پشت شما، به خدا اگه نمیداد. سر خود سر ماشین دارم، ماشین لامبورگینی با وحشی. آقا بالاخره بردیم. نانه در شیر مادر علال دلاور. آقا اگر این ویدیو خوشت اومد لایک و ساب و لایک یادت نره، زنگوله رو بذار آل. هر وقت ویدیو گذاشتم بیای ببین. همشگیتون جواد.